بنابراین این سریال ها که عبارت از این کارها هست، از عمل فحشای آنها هست، بنابراین دیدن آنها و اقرار مرد زنش رو در این کار، اقرار به چیه؟ یعنی میبینه تو این کار نمیکنه، زنش تنقید نمیکنه، از این کار باز نمیدارد، راضی هست و دیوس هست و دیوس به جنت نمیدارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم ان شاء الله که یک سوال خیلی مهم است بتونیم برای شما از شما سوال کنیم، ان شاء الله جوابش بگیم و همین سوالی که جوابش میگوین ان شاء الله بعداً همین ویدیو را بگذارید در همین مقصد کانالتون، ان شاء الله پخش کنیم، همه بفهمن، بهتر خوبتر میشه. مقصد همین سوال همیه که مادرای ما مقصد امروز خواهرام میسو زنهای ما مقصد چخله همین کینای ترکی، کینای هندی، کینای مثلا سریال های روسی مقصد باشه یا که انگلیسی باشه، هر کینایی که باشه مقصد یکی در درون او کینو مثلا نامحرم است، نکنه مردهای بیگانه عاشقی مثال، یکی بعضیش هست که با حتی زیناها را دارن، کارهای زینا میکنن، چندین کارهای حرام داره هست، همه مقصد تماشا میکنن، ما همین چیزا رو میبینیم. اکثریت مردم مقصد در همین حالت رفته است، همش با شما دیدین همین مردم مقصد ما همین مادرها را یا که زنها را مثال یا خواهر اپا را دعوت میکنیم که همین کینو را تماشا نکنید، گپ گوش نمیکنن، مقصد چی میکنن مثال همین حالا سرکشی میکنن، گپ گوش نمیکنن، خیلی مقصد همون میگن هیچ گپ نداره، مثلا بکوریم یعنی که طاقه میونیم زیق میشیم، همین هر بهونه رو میوان در همین حالت مقصد مردها دیوس یعنی که دیوس میشون یا که نمیشون، وقتی که میبینن زنهاشون تماشا میکنن یک مردهای بیگانه را، سریال ها را، کینوی مقصد زینا دارن یا که ندارن فرقی نداره، در همین حالت یعنی که ما در حالت دیوسی داخل میشیم یا که نمیشیم. میخوام بفهمم و مقصد به خاطر چی میگم ویدیو را چیکاریم که همه مردم این روز در همین حالت گرفتار شدن، خیلی اکثریت مردم فقط این مثلا کینوها در همین خانه شموندگی اصلا چیزی نمیگن، با ما الحمدلله که میگیم که مثلا تماشا نکنیم، مثلا گفتیم یعنی که اکثریت پروا نداره از زنش تماشا میکنه که اینو محرمه و مردکا کینوی سریال و ترکیه و هندی و همه این مسئله در مثلا استاد یک شروع کرده بفهمونه. الله متعال خودش خیرتون تیر. بله، ما اویدی سریال بین ها یک نصیحتی کوتاه داشتیم، نصیحت به سریال بین ها. البته روز قیامت وقتی که انسان خیلی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر دادند، وقتی که از جا میخیزد حالا یگان قدمش نگذاشته، از 4 چیز در بعض روایت ها از 5 چیز پرسیده میشه. یکمین اونها از عمرش پرسیده میشد، از عموم عمرش، همین 60 سال است، 50 سال است، 40 سال است، 70 سال است، از عموم عمرش پرسیده میشد که چگونه گذرانیدی. و عن شبابه فیما افنه، از جوانیش مخصوصا پرسیده میشه. جوانی هم در داخل عمر میدراید 60 سال عمر همش عمر است، 20 سالگیش هم 15 سالگیش هم، لیکن از ایام جوانیش علاحیده پرسیده میشه، چون که هر یک دقیقه جوانی نرخش قیمت است. اگر جوانی به پول فروخته میشد، مردم جوانی رو میخریدن. و یک میلیونر دیدیم در یک سال 2 میلیون دلار صرف میکرده است برای یعنی جوان باقی ماندن. جوانی رو تمنا میکنن آدم هایی که جوانی رو گذرانیدن. قدر جوانی رو همون آدم ها میدانند که از دست داده است، ضایع کرده است. بنابراین از جوانیش روز قیامت علاحیده پرسیده میشه چگونه گذرانیدی. و در کتاب ها هم میگن که النقش فی الصغر کالنقش فی الحجر، حتی در مسئله علم آموختن هم نقش کردن در خردسالی مانند نقش کردن در سنگ است. یعنی در خردسالی اگر کسی علم آموزد گویا به سنگ نوشتید، به سنگ اگر نوشتجات کنید می ایستد یک عمر. و در ایام پیرانسالی نقش کردن و علم آموختن که نقش فیلم مانند نقشی در آب است. در آب اگر همیشه نویسید، حالا یه حرف به پایان نرسیده، از این طرف آب هموار میشه، نقش نویسیدن تا محو و مضمحل میشه، از بین میرد. بنابراین ایام جوانی این یک ایام علاحیده است. تا 40 سالگی انسان جوان است. 41 که در آمد در نزد اکثر علما علاکه به سن شیخوخت، به سن پیران سالگی قدم. امام سیوطی رو نقل میکنن که وقتی که به سن 40 سالگی در آمد دیگه به کوچه نبر آمد تا آخری وفاتشون. بنابراین از جمله 3 نفر آدم های گشتن در تاریخ اسلام که کتاب زیاد نوشته است، زیاده از 1000 مجلد کتاب نوشتن امام سیوطی. برای چی؟ برای اینکه از 40 سالگیشون دیگه تا آخری عمرشون با کوچه نبر آمده، فقط مشغول با علم و با کتاب نویسی شدن.
بنابراین ایام جوانی علال خصوص یعنی که پرسیده میشد روز قیامت انسان به چی هر یک دقیقش هر یک ثانیهش جوابگری داره. امام حافظ ابوالفرج ابن الجوزی استاد شیخ سعدی صاحب گلستان و بوستان است. ابوالفرج ابن الجوزی دمشقی حنبلی شخصیتی هست که در وقت گذرانیدنش ضرب المثل زده میشد، وقت اسراف نمیکردیم. حتی اگر به خانه‌شان مهمان بیاید اون کتاب‌های پیشین عالم‌ها کتاب نوشتنیشان در ورق می‌نوشتن، ورق‌ها جمع میشد. بعد روزی که مهمان اومد، مهمان قدی نشستن در کار، مهمان حق دارد بر صاحب خانه، بعد همون کتاب‌های دوخته با مهمان صحبت می‌کردیم. یعنی هم با مهمان صحبت میکنن عینی حال با این کتاب‌های دوخته می‌نشستیم که وقت بیهوده نرود. یعنی در زمان ما زن‌هایی که مثلا در آشخانه طعام تیار میکنن و فرزندانشون با اهلشون میتونه یک نوار علمی مانند گوش کنند و طعامشون رو پختن گیرن. یعنی دو کار اجرا میکنن در عین حال. یا راننده هایی که مثلا بارکش هستید یا دیگر کارهای میکنید، میتوانید هم شما کاری دولتیتون کنید هم سخن گوش کنید. یا استاهایی که کار میکنید، استاهایی که مثلا تعمیری خانه میکنید یا خانه میسازید، در گوشتان من این چیزهایی که الله تعالی در این زمانه ما مهیا کرده است اینه در کارهای خیر استفاده برید. در گوشتان وای میمانید، هم علم میآموزید هم کاری دنیویتون میکنید. یعنی وقتاتون رو ضایع نکنید به اون سریال هایی که به اخلاق شما تأثیری بد میرساند. و خودکشی یاد میگیرند، وینبوری یاد میگیرند، از آن چخیل شوهر فریب دادن، چخیل خیانت یاد میگیرند. بنابراین نبینید اون سریال ها رو. اگر اون سریال ها اجازت میشد، به قول بعضی دانشمندها فقط همون اجازت میشد با وجود اون که در داخلش منکرها دارد، مانند سریال ارتوگرول، الپارسلان، اگر اجازت میشد همونها اجازت است. یعنی بعضی تربیه های نیک در داخلش هست، مانند محبت جهادی در راه الله تعالی و یک نوعی عزت اسلام و مسلمان ها و سیاست مداری مسلمان های زمان قدیمه یک نوعی آموختن هست. یعنی اگر بسیار از علم گیری و از تعلیم گرفتن و از این چیزها اگر خسته شوید، بعضی علما اجازت میدن، بعضی علما سخت میگیرن، میگن که اونهاش هم نبین، به جای وقت قرآن خوان و قرآن آموز میگن. اما این سریال ها رو هرگز، این سریال هایی که عبارت از دیدن مردها هست، عبارت از فاحشگی هست، از اینها دور ایستید برادران عزیز. مالی که شوهرانتان با عرق جبین در مسافرت کار میکنن، شما اونا برباد نتید به این کارهای فسق و فجورتان. اینترنتی که میخرید، تلفنی که خریدید، این مالی که الله تعالی برای شما داده است، اینه گیرید در راه خیر استفاده برید. این پگه هم مسئولیت از وقتتان پرسیده میشید، هم از به جای تربیه فرزنداتون 2 ساعت 3 ساعت به فیلمتون آماده است مشغول هستید، اونها به دیگه کارها مشغول هستند. یعنی بسیار این خطری کلان دارد. خواهران عزیز، به علم مشغول شوید در حالتهای یعنی که خالگیتان، با آموختن دینتان مشغول شوید، یا آموختن یا علم دنیا باشد، هم وقتی خدا به یک کار صرف کنید که فایده دنیوی یا دینی داشته باشد. اینا برادری ما سوال داده بودند که داملا یعنی که بسیار سخت هم گرفتن نسبت به مردانشان، یعنی که مردانشان نشد یا نه. دیوس چی است؟ دیوس آن آدمی که همسرش در فاحشه اعتراف میکند، یعنی فاحشهش انکار نمیکند. مثلا زنش اگر فاحشه فقط زنا نیست، در صحبتی گذشته گفتیم که عورت کشادن هم فاحشگی است. کدام زنی که بی عورت میگردد، آستین‌های مثلا کرت‌های آستین کلته میباشد یا رومال‌های معده‌چه میبندد، گردناش میتابد، و هم فاحشه است. ولی او فاحشه مثلا زنا از این فرق میکنه. حکم زنا در شریعت مثلا حکمش سنگسال است، اگر شوهر داشته باشد سنگسال است، قتل است. اگر دختر باشد 100 دره زده میشه در بین مردم و 1 سال نفی در زمانهای قدیم از قبیله پیش میکردن. در زمان ما بعضی علما زندان میگن، زندان کرده میشه 1 سال جریمش. یعنی او ستیه دارد.
اما این یعنی که اگرچه از جانب شریعت یگان حد معین آمده است تعزیرش در دنیا، این اگر دولت اسلامی باشه قاضی جزا میتید به یک اجتهاد خودش که همین زن و مانند این از همین گناه نگاه داره، اما به زیر کلمه فاحشه می درآید. اگر کدام مرده که زنش اقرار کند که با همین بیرومالیش گردد، حتی بعضی مردها زناش فسان شده گرد مردم بیند چیه زنی من چقدر خوشرو هست میگفتن، این دیوس است. یعنی شرط نه که زنش زنا کند و در زنا زنش اقرار کند، نه، او که دیوسی کلانی هست. این هم دیوس است، کسی که زنش در فاحشگی اقرار میکند. الله تعالی مردهای هم از نظر کردن به زنها من کرد، زنها را هم از نظر کردن به مردهای بیگانه حرام کرد، من کرد، نظر نکنید گفت و چشماتون را پوشید گفت وقتی که مردهای نامحرم میبینید. بنابراین این سریال ها که عبارت از این کارها هست، از عمل فحشای آنها هست، بنابراین دیدن آنها و اقرار مرد زنش را در همین کار، اقرار به چی؟ یعنی میبیند و این کار نمیکند، زنش تنقید نمیکند، از این کار باز نمیدارد، راضی هست، او دیوس است و دیوس به جنت نمیدراید.